سلام دوستان عزیز. X22 پرو 0 کیلومتر مراجعه کردن برای کارشناسی این ماشین انجام شد. ماشین 0 کیلومتر. داخل ماشین رو بهتون نشون بدم. ماشین 0 کیلومتر به تازگی تحویل گرفتن. فکر کنم دیروز تحویل گرفته باشن این ماشین رو از نمایندگی. کارشناسی کردیم. بعد کارشناسی مشخص شد که کاپوت و گلگیر این ماشین آبرنگ خورده. نه آبرنگ کارخونه، آبرنگی که بیرون زدن. گلگیر رو کاملا آبرنگ زدن، کاپوت رو کاملا آبرنگ زدن، لبه در رو آبرنگ زدن. این قسمت کاملا آبرنگ خورده. حتی انتهای در رنگ شره کرده. بتونم بهتون نشون بدم این گوشه رنگ شره کرده. لبه در عقب آبرنگ خورده. حتی موجش هم هنوز روشه. میتونید تو این ناحیه مشاهده